شورای ورزش و بلاگر روس وسیل اوتکن در کانالش در یوتیوب دیگر باره در عموم فوتبال توجک و من جمله پیرومان مخلصان توجک با یک لعن نامناسب کنایه زد. اوتکن گفت بعد شهر قبلیش درباره بازی دوستانه در پیش استاده تیم ملی روسیه با تاجیکستان به یورش تاجیکان روبرو شده است. اوتکن قبلا گفته بود که مشکل اساسی برای فوتبال بازان روسیه در بازی با ضد تاجیکستان نه هنر و مهارت فوتبال بازان تاجیک بلکه ذخیره کردن آب نوشیدنی است. منظور اوتکن این بود که اگر فوتبال بازان روس به آب نمانند شکست دادن فوتبال بازان تاجیک برایشان دو کارت دو است. در برنامه نوش در یوتیوب اوتکن گفت این حرفای او تاجیک‌ها را به خشم آورده است. او در این برنامه‌اش هم با طنز و کنایه زیاد گفت یک هفته پیش من گفتم که تیم روسیه امکان انتخاب حریفان را ندارد. بعد این در صفحه‌های من در شبکه‌های اجتماعی یورش‌های تاجیک‌ها سر شد. مردم به چه سبب از این گپ من که باید با خود آب نوشیدنی بگیرند خود را تحقیر شده ایست کردند. مرا ببخشید ولی من 4 دفعه به تاجیکستان رفته بودم و هر دفعه که من به آنجا پرواز می‌کردم به من میگفتند که آب را باید فقط از ظرف بنوشم. من نمیفهمم که اینجا چه جای خفه شوی دارد. خلاصه در آسیا میانه مخلصان خیلی خونگرمند. هر چی خفه میشوند. تاجیک‌ها اگر با همین خفه شدید خفه شدن گیرید. به شما برای رکورد در مسابقه های آسیا ولی اینکه ما به جای سفر به چمپیونات جهان باید بازی های دوستانه کنیم ببخشید ولی در این مورد به تعبیر یک کلاسیک ریگ جای جو را گرفتن نمیتواند. حالا از من باز برای کلمه ریگ هم خفه نشوند. دوستان عزیز ریگ شما خیلی ریگ خوب است. ریگ اولی درجه است. بعد شروع جنگ روسیه با ضد اوکراین فیفا و اویفا تیم روسیه را از حق اشتراک در مسابقه های بین المللی محروم کردند. تیم روسیه که حریفان دیگر رو پیدا کردن نتوانست وقتهای آخر رو به سوی تیم‌های آسیا میانه آورده است. روسیه ماه سپتامبر در بشکک با تیم قرقیزستان یک بازی رفیقانه انجام داده و از روزهای 17 تا 20 نوامبر در دوشنبه و تاشکند با تیم‌های ملی تاجیکستان و ازبکستان باز دو بازی دوستانه دایر می‌کند. بسیاری از شارحان روس اقرار کردند که هرچند سطح فوتبال آسیای میانه پایین‌تر بوده تاجیکستان و ازبکستان به تعبیر پرزیدنت سابق فدراسیون فوتبال SSSR و روسیه ویاچسلاو کلاسکوف برزیلیا یا آرژانتین نیستند ولی برای تیم روسیه اول تجربه بازی با هر رقیب امکان پذیر بهتر از عموما به میدان نبر آمدن است.